زیاد نمیگم، در یک نقطه اساسی متوجه میسازمتان. کدام نقطه؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت دعوت میدانه، از عقیده را میدانه، صحابی را در حالت رفتار نصیحت میکنه. با ابن عباس رضی الله عنهما میگه یا غلام، عقیده را برش نشان میده. احفظ الله یحفظک، الله را حفاظت کو که تو را حفاظت بکنه. یک نقطه اخیری را براتان میگم، دیگر را میگذارم تشریح. همه تان الحمدلله علما و اتمنو کتابا را خوانده. یک نقطه را رسول الله برش میگه وعلم، بدان، در قلبت بشانی سخنه. و همین نکته را برای شما میگم که تا آلی را گپ زده شد، علما گفت شما وعلمو بدانی، در دلتان بشانه ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. برای شما میگم سلفیا، اگر کل مخلوق جمع شود، دنیا جمع شود، یک کل دنیا فعلا جمع شده علیه محو کردن همی عقیده قرآن و حدیث جمع شده، این مبارزه کفری علیه همی عقیده است، علیه همی مراکز قرآن و سنت است. ولو با الله قسم اگر گپی دیگه باشه، خو یادتان باشه اگر کل از یا جمع شود با کل نیروی خود، در او زمانی نیروها نبود ولی است، با این نیروی خود که برای تو نفع برسانه، رسانده میتونه. رسول الله گفت که لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، مگر برای تو نفع رسانده میتونه چیزی را کی براتون نوشته کرده؟ الله سبحانه. شما چی عقیده داری؟ شما چی عقیده داری؟ برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خو شرط است ان تنصر الله، شرط است اگر من نصرت دین الله را کردم، با الله قسم الله مرا حفاظت میکنه، الله مرا نصرت میکنه. پس چی ضرور است؟ حفاظت دین الله سبحانه و تعالی به اندازه توان و طاقت ما، به اندازه توانم که در هر نقطه قرار دارم. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، چیزی را که الله با بالایت نوشته کرده ضرر برات رسانده. خیر ما ضعیف هستیم یعنی که قوی هستیم؟ بگوی ما قوی هستیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. کدامتان خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی جان خدا فدا کنیم. همین جان ناقصی مرا این چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکن که الله تو جان مرا قبول میکنی. لن ننطفي أبدا، لن ننتهي أبدا.